سلام دوستان، کامرانی هستم. خوش اومدید به این ویدیو. ممنون شما. همین اولی کار یه چک افتادم گوش این که دلقک و همچنین یه دونه کامنت خوشگل بذارید، کامنتی که من عشق کنم. خلاصه بریم سراغ ویدیو. قراره یه دونه معدن آهن بعد این همه وقت، بعد این همه سال بهتره بهتون بگم بزنیم که هم در کنارش معدن آهن، هم ماموریت نقشه. امیدوارم که به چوق نریم دوستان. اگه توجه کنید من الان شمشیر انگلیسی دارم. خلاصه بهتون بگم که چجوری شمشیر انگلیسی رو به دست آوردم. یه دونه ردیم کد بود، فکر کنم 10 تا اسکناس بهتون میداد. خب بعدش هم من یه دونه چی بگن معاملی روز اومد، شمشیر انگلیسی با یه دونه کت خزدار اومد. نمیدونم سود کردم ضرر کردم، حالا تو کامنت بگید سود کردم یا ضرر کردم. خلاصه بهتون بگم که آره اینجا هم دارم آهن میزنم. خلاصه بهتون بگم حاجی خیلی سخته. امیدوارم که نمیرم. اگه بمیرم واقعا فشار میخورم، کلی قلبم میشکن. آهن میزنیم، آهن میزنم، آهن میزنیم، لا 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 لا، آهن آهن لا 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 لا. خلاصه بهتون بگم که او برده فراری، برده درمانده است، ولی خب فراری بهش میگم، ولی خب دوستان درمانده، برده درمانده اصلا محلش نمیداریم. ما اینجا آهنمون رو میزنیم، اصلا کار به هیچ کی هم نداریم. ما فقط آهنمون رو فال میکنیم. حاجی ببین رد سه به خیلی سخته. الان من تازه بعد از لول 61 دارم میام معدن آهن، اونم با چی؟ با شمشیر انگلیسی اومدم تازه. آخ گرگ دلغک، چقدر دمیج میده پشمام کنم، پشمام اصلا پشمام گرگ بیمی دلغک. برم آهن بزنم، اگه گرگر بزنی یه تخ پشمام وانشاتش کرد. پشمام فکر کن شمشیر رده 4 اونم کمیاب داشته باشی دیگه منطقیه در تو تک وانشات کنی. خلاصه بهتون بگم دوستان ممنون شم اگه تو اینجا ویدیو رو دیدید یه دونه لایک خوشگل بزنید. اگه هنوز کامنت نذاشتیم یه دونه کامنت بذار که عشق منی. بریم سراغ ویدیو. و حاجی 2 تا گرگ کشتیم، اینجا هم داریم آهن میزنیم. چه خیلی هیل آوردم، شاید فکر کردید نه من خیلی آدم حساسی ام. ببین اگه بمیرم خودم فوش میدم، چون یه بار یادم اومدم اینجا سر ماموریت نقشه رو پر کنم. خلاصه بهتون بگم اومدم یه جور خفت شدم، برای 100 سال عمرم بس بود. خیلی بد خفت شدم اصلا. اینو بزن 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 دادا بزن. این از اینم که تموم شد. ریمینگتونم خیلی خوبه و آپاچی هم آوردم و خلاصه بهتون بگم، ولی نمیدونم استفاده نمی کنم. بعدتون بهت بگید آخه نوب، آخه شمشیر انگلیسی کی من اینجا دوستان دیگه. آره دیگه شمشیر انگلیسی رو آوردم اینجا پشت پخت پس کنم دیگه. بعد دارم نجات بدیم و معمولیتش فول بشه. نمیدونم چی میده، ندیدم. حاجی خیلی انمی میاد، یعنی به شدت انمی میاد. پایینم نگاه کنید نقشه اونجاست. چقدر این قول چی میشه؟ شده که قول نباشی، اگه باشی که خیلی هیل مصرف میشه. اوکی یه دونه هیلمون استفاده میکنیم. تو اینجا کار یه دونه هیل استفاده شد. بریم ادامه فرممون. اوکی گرانیک هم فکر کنم هست. آره الان دارم گرانیک میزنم فکر کنم، البته اگه اشتباه نگم آره گرانیک درسته. تا الان 24 تا آهن جمع کردیم. بناس بزن تو میتونی، بزن بزن. آخ حاجی میدنایت هم که مرده که بابا ضعیف. 2 دقیقه دوام بیار. منو نمیبینی اینجا دارم. آیا تا الان سوالی برات پیش اومدی که نتونی از جای دیگه جوابشو به دست بیاری؟ خب دیگه مشکلی نیست، چون میتونی همین الان جوین چنل تلگراممون بشی و اونجا کلی از پلیرهای خفن اونجا هستن که میتونی سوالتو بپرسی و به جواب بدن. و اگرم نشد دیگه میتونی به واسطه مون یعنی علیرضا پیام بدی و اون خلاصه بهتون همه چیزو در مورد بازی توضیح میده. و خلاصه آره بریم سراغ ویدیو. احمد میکشم ما رو تنها میذاری. اوه حاجی سردسته است. آره قطعا سردسته است. بزنم ببین دوباره اومدن. نگاه اصلا از در و دیوار راستن میباره. خلاصه بهتون بگم
خشمم هم که پر شده. اسنایپر رو بزن علی جان، علی جان اسنایپر رو بزن. دوستان علی نیام نیام. من علی کیه؟ شوخی میکنم دوستان. اسم من علی نیست، تو کامنت ها نبینم علیه. اسم من بندی دوستان، اسم من امیر حسینه. علی بیدن علی بیوبس علی این لحجه داره. خب تو علی میگیم علی بیزنی یاری الان کشته میشه. ما بسه بهتون بگم دوستان ممنون میشم اگه، چون بیشترتون منو صبح ندارید و من یکم ناراحت میشم، پس یک ثانیه وقتتون رو بیشتر نمیگیره. پس ممنون میشم دکمه صبح بزنید، حتما یه حمایت کوچولو از بنده میشه. و راستی کانالمون 20 شده و خیلی از حمایتتون ممنونم. همینطور ادامه بدیم انشالله به 100 هم نزدیک میشیم. امید به خدا به 100 هم نزدیک میشیم. بس بهتون بگم تا الان تقریبا 33 تا آهن زدیم. بابا بوی کلا آجی حیوان خونگی خیلی رو مخ شده. خب بگن علی بزن. نمیدونم چرا این افتاده تو دهنم علی بزن. خلاصه بهتون بگم نمیدونم چرا. بپوکیم آجی زغال ندارم، اصلا ندارم تو بیت فکر کنم تو یادم باشه. خب اینجا نقش ای دهنت اومدن. خب خوبه باگی دیوار میشه استفاده کرد توش، ولی نه اومدن جلو. این سر دسته رو بزن یه شمشیر انگلیسی پس کله شد. خب باگی ای حاجی ای کجا این اومد میگم. وای دار وای حاجی اسنایپر دیگه هم از پایینه. نه نمیر ناموسن نمیر. تو رو خدا نمیر. تو هر کی دوست داری نمیر. تو نمیخوام دوباره بیارم. نمیخوام. تو رو خدا نمیر. یس تموم شد. یس باگ. ایول ها اینم که بابا بذار 2 دقیقه آرامش باشیم. رویداد و راهزن و شلوارمونم که کم. اینم توقف اضطراری. نمیدونم برم بزنم نزنم. اینم که از راهزن و خلاصه بریم به معدن آهنمون برسیم. یه دونه دیگه هم هیل میزنیم. تا الان 4 تا هیل مصرف کردیم. خیلی به ضررمونه. اینا رو نگاه خف کرده بودن منو میخواستم بزنن. چقدر از هول بدم میاد. تانک میشه نمیذاره اسنایپر رو بزن. اسنایپر رو نگاه بزن. یکی بزن فرق کلش. 2 تا بودن. بگو چرا اینقدر دمیج میدادن. اینم 5 جومین هیلمون. 5 تا هیل مصرف کردم. خیلی ضرره. یعنی 15 تا من تقریبا میشه با آهنگ استفاده کردم. و این بد 2 تا گرگ چجوری بزنمشون. یکی رو مجبور دادن یکی 2 تا بنازم. اینا با کله میریم بزنیمش. بنازم بریم نقشه رو برداریم. از اینا فکر کنم یکی گان داد بنازم. از اینا لوتش حاج. ببین پارچه ببین در هر رده باشی نیو. ای بابا بازم قول. ای بابا الان سلامون استهلاکش. بیا دوباره یه جا دیگه. نه حاجی الهست فکر کردم قول زد که و تموم. اینم از این. الان میتونیم بریم نقشه رو برداریم. بودو کامیوناری بودو اوکی از این وای شلوارمون خیلی صدمه دیده. اوکی بریم نقشه این برم بگیریم. بمیر دلقک پشمو حاجی. جایزه بگیر چیه دیگه.
بابا جایزه بگیرش هم قول خدایی. کنه رو بردارم حداقل یکم از استهلاکمون کمتر بشه، زیاد استفاده نشه که واقعا این حوصله گان آوردن. باید بیاد دوباره یک دیگه یه بار دیگه در اومد. دمیج هم خوردم اصلا اولی. بزن بدن بزن بیمیر 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 مرد. ایول اینا هم بزنیم. تا الان نزدیک 7 هیل مصرف کردیم. این خیلی بده. بریم اینجا و نزدیک 39 تا هم بیشتر آهن جمع نکردیم. ای بابا گرگش شمالی. خب اوکی که 2 تا 3 تا 4 تا پشمو پوست رد 4. ایول خوبه بیمیر 160. آی چقدر دمیج میده واجی. از در دیوار راستم میاد و دیگه دارم خسته میشم. خدا وکیلی اینا رو بزنیم و نقشه رو بگیریم و بیریم گارتشون کنیم. البته این ویدیو موضوعش معدن آهنه ولی خب یه دونه دیگه مونده. میرم از پشتش بزنم. یه تخ ای جانم بمیر. هون و خیلی هیل دارم مصرف میکنم اصلا به صرفه نیست. ولی خب از رده 3 تا 7 باید معدن آهن باشه و این خیلی بده حاجی. بریم که یکم دیگه بیشتر لوت کنیم و خودت بهتون بگم و اینو حسینم یادم رفت بردارم. بریم 2 دقیقه اگه راه زن نیاد و خیلی خوب میشد. بوی گرانیک تخ گرانیک رو بزنیم. گرانیک گرانیک نیازمون میشه. 9 تا بیشتر جمع نکردیم که ای بابا حاجی چقدر آهن کم میده. شانس نداری. بریم اینور بریم. 3 تا آهن پشم اونم شمسش. بیا این زنگولو بیا بزنم بیمیر. خب اوکی اینجا هم یه دونه راستن دیگه. بمیر باز دوبار دشمن در میرم. در نمیدیم ما مرد جنگیم. مرد جنگی بیمیر یس کشتمشو. حاجی هیلو رو خورد. وای حاجی شلوال خز خستورم حواسم نبود. وای فکر میکردم عوضش. وای فشور. وای حاجی من حس کنم جزئیاتی میگیره. اینو بزنیم حاجی. وای شلوارم از دست رفت. ای بابا شانس نداریم که همین دیگه جایی نداره. چقدر کم. ای بابا این هم شانس دارم. بمیر. خب بریم لوت بردار بگیریم. اینم پشمام آهن دود و بچه تا یه ویدیو دیگه بدرود.